بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر با قسمتی از برنامه منهاج السنه در خدمت شما عزیزان هستیم. شرح کتاب معروف شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که مانند خاری در گلوی دشمنان اسلام گیر کرده است. این کتاب در رد کتاب منهاج الکرامه ابن مطهر حلی توسط شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نوشته شد که ادعای پوچ و باطل او را در این کتاب بررسی می کند و جوابهای دندان شکنی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از عقل سلیم به این یاوه‌سرایی های رافضی حلی می دهد. ما در این برنامه شرح این کتاب رو خدمت شما بزرگواران و عزیزان تقدیم می کنیم و جناب مولانا عبدالقدوس دهقان کارشناس محترم برنامه در خدمت شما عزیزان هستند و امیدواریم که بتوانیم از صحبت‌های ایشان استفاده بکنیم و اون شبهاتی رو که دشمنان اسلام در بین مسلمان‌ها پخش کردند توسط این برنامه بزداییم. جناب مولانا سلام الله علیکم و خوش آمدید. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی و همچنین بینندگان عزیز و ارجمند ان شاء الله هستم. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز، الله سبحانه و تعالی در مورد قرآن کریم می‌فرماید که ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتابی است که هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست. و در جای دیگر می‌فرماید که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر این کتاب از نزد غیر الله سبحانه و تعالی می بود حتما شما در این کتاب اختلاف‌ها و فرق‌ها و تناقض‌های زیادی رو می‌دیدید. اما چون این کتاب الله سبحانه و تعالی از نزد باری تعالی به عنوان معجزه خاتم النبیین و سید المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده، ما در این کتاب نه اختلافی با نقل صحیح و نه اختلافی با احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نه اختلافی با عقل سالم و فطرت سالم بشری نمی‌بینیم. اما دشمنان اسلام گاهی اوقات میآیند و سعی میکنند به قول آیت الله ابوالفضل برقی رحمت الله علیه که با دلایل لایتچسبک، دلایلی که اصلا نه با قرآن کریم جور در بیاد، نه با زبان و ادبیات عربی و نه با سیرت و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نه با عقل سالم بشری، بعضی از اعتقادات باطل خود را سعی میکنند که در بین مردم غالب کنند. در اصل ما بارها گفته ایم که اینا اومدن یک موضوعی به نام امامت رو پایه‌گذاری کردن، یک دروغی رو تأسیس کردن. چون در اصل دروغ بود مجبور شدن که شاخ و برگ این قضیه رو هم از دروغ‌های دیگری اضافه بکنن. اومدن عصمت رو چسباندن، اومدن تطهیر ائمه رو چسباندن، اومدن برای که کمک مالی بشه برای این حزب باطنی تکفیری زیرزمینی که درست کردن، قضیه خمس رو به اصطلاح در بین مردم رایج کردن تا به این وسیله جیبای مردم رو خالی بکنن و صیغه برای شهوترانی خودشون و دهها خرافات و خزعبلاتی که ما امروز متاسفانه در بین روافض میبینیم. اگر به یاد داشته باشید در هفته گذشته ما در بررسی کتاب منهاج الکرامه ابن مطهر حلی رافضی سخن او رو نقل کردیم که در الوجه الرابع که میگه که ان الامامیه اخذوا مذهبهم عن الائمه المعصومین، امامیه مذهبشون از ائمه معصومین گرفتن که المشهورین بالفضل والعلم والزهد والورع، که مشهور هستن به فضل و علم و پارسایی و تقوا، والاشتغال فی کل وقت بالعبادت و الدعاء و تلاوت القرآن، که اینا همیشه مشغول عبادت بودن و دعا و تلاوت قرآن، والمداومه علی ذلك من زمن الطفولیه الی آخر العمر، که از زمان کودکی و خردسالی تا آخر عمر این کارو میکردن، همین عبادت رو انجام میدادن.
و منهم تعلم الناس العلوم، و از اونها مردم علمها رو یاد گرفتن. و نزل فی حقهم، و در حق اینها نازل شده از هل اتی که همون سوره انسان است که در هفته گذشته جناب مولانا مفصل در مورد این ادعای باطل ابن مطهر هلی صحبت کردند و باطل بودن این ادعا رو از قرآن کریم، از کتب شیعه و از اقوال علما و حتی از اقوال خود ائمه اثنا عشر به قول خودشون ثابت کردن که اونا حتی از این ادعای باطلی که دارن به اونا میچسبانن که اونا امام بودن و ائمه بودن و از طرف الله سبحانه و تعالی منصوص بودن خبری نداشتن. در برنامه امروز میخواییم در مورد ادعای دوم ابن مطهر هلی که گفته که آیه تطهیر در مورد این اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که اهل بیت هم اونا مختصر میکنن در علی و فاطمه و حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین، در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. و آیه تطهیر اگر دوستان بتونن قبل از اینکه جناب مولانا وارد بحث بشن، اگر عزیزان بیننده بتونن مصحفی رو، قرآن کریمی رو که در خونه دارن آماده داشته باشن و صفحه 421 در مصحف مدینه منوره رو اگر باز بکنن، چاپ مجمع ملک فهد در مدینه منوره، در جزء 21 سوره احزاب آیه 28 ما از آیه 28 که در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که یا ایها النبی قل لازواجک، از این آیه انشاءالله شروع خواهیم کرد تا به آخر انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا تا آخر آیه 33 سوره احزاب است. تا آخر این آیه انشاءالله در این برنامه مفصل صحبت خواهیم کرد که آیا واقعا این آیاتی که ادعا میکنن که آیه تطهیر هست و دلالت بر عصمت و پاکی ائمه اثنا عشر داره واقعا درست است یا نه. جناب مولانا، همه ما میدونیم که اگر از هر انسانی در روی زمین پرسیده بشه که اهل بیت تو چه کسی هستن، خب اول اشاره میکنه به کسانی که در خونش هستن و طبعا برای هر انسانی همسرش اولین شخص در اهل بیت است. به این موضوع مفصل خواهیم پرداخت. منتها آیه 28 خیلی جالب است که از اول آیه شروع میشه یا ایها النبی قل لازواجک، ای پیامبر بگو به همسرانت. در این مورد اگر مقدمه ای دارید بفرمایید تا بپردازیم به ادامه بحث شما. همون گونه که شما اشاره فرمودید این آیات درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. بحثی که ما در این آیات داریم در راستای فضیلت زدایی از ائمه بزرگوار یا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان نیست، بلکه فضایل و مناقب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از همسران ایشان، دختران و فرزندان ایشان و همچنین دامادهای ایشان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه و نوه‌ها و خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم مناقب و فضایلشون را به طرق صحیح و در کتاب‌های متعدد و روایات بسیار گسترده اهل سنت بیان کردند. تا کنون شما نمیتونید حتی یک نفری را که منسوب به اهل سنت و الجماعت باشد که بیاید در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره علی، درباره فاطمه، حسن و حسین یا بقیه خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم حرفی را خلاف ادب و خلاف در واقع دین و ایمان گفته باشد. بله. ما چون این چیزی رو تا حالا نه در کتابی سراغ داریم، نه در شبکه ماهواری کسی مطرح کرده و نه یکی از علما در منبر و در مجلس خصوصی مطرح کرده. این جزء ایمان ما هست. محبت داشتن و دوستی با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان اهل سنت و الجماعت هست. ما معتقد هستیم که هر کسی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم، با خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم دشمنی و بغض و عداوت داشته باشد
باشد اهل سنت نیست و ایمانش ناقص است. اینو همه علما گفتند، از همون صدر اول از صحابه رسول الله گرفته، ائمه بزرگوار ما ائمه اربعه گفتند و محدثین، فقها و تمام قشرها و طوایف مسلمین و علما تقریبا این مسئله رو بیان کردند. پس بنابراین در این مسئله ما هیچ گونه مشکلی رو نداریم. اما روایاتی هست که اهل تشیع از اونا استناد میکنن یا این فضائل دروغینی هست. ادعای ما و دعوت ما و فراخوان ما این است که بیاییم به فضائل صحیح و صریحی که برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که الحمدلله بسیار زیاد هست، کم هم نیست، و فضائلی که ثابت نیست حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بقیه ائمه نیاز ندارند که ما با دروغ و با تزویر بیایم فضائلی را اضافه بر آن چیزی که داشتن ما برایشون اثبات بکنیم. فضائلشون به قدر کافی هست و اون کرامت هایی رو که داشتند و اون ویژگی هایی رو که داشتند. من قبلا در یک از جلسات مطرح کردم که حتی یک از ائمه اهل سنت امام نسائی درباره خصایص و ویژگی های حضرت علی رضی الله تعالی عنه کتاب نوشتند. در تمام کتاب‌های حدیثی اهل سنت و الجماعت باباهایی هست مخصوص مناقب حضرت علی، مناقب و فضائل فاطمه، حسن و حسین و دیگر خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما محبت با اهل بیت دلیل نمی شود که هر دروغ و افسانه‌ای که درباره اهل بیت گفته بشود ما اونو قبول بکنیم. ما امتی هستیم که امت ما امت مرحومه‌ای هست، امتی هست که تأیید شده از جانب الله متعال. ما این امتیاز رو داریم که برخلاف امت‌های قبلی کتاب ما یک کتاب محفوظی هست، دست نخورده در اختیار ما هست، گرچه در منابع شیعه ادعا کردند این کتاب اصلی نیست، دست خورده هست و کم و زیاد شده. اما ما مسلمانان معتقد هستیم که حتی یک آیه که نه، حتی یک کلمه و یک حرف هم در این قرآن جابجا نشده، زیرا که الله متعال حفاظت این کتاب را به عهده گرفتن. پس بنابراین ما امتی هستیم که اعتقادات ما مسون مانده و تأیید شده و تدوین شده در قرآن کریم، در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، که الحمدلله ما با افتخار و با صراحت میتونیم این ادعا رو بکنیم که تمام احکام شرعی با روایات صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما ثابت است. پس بنابراین ما که قرآن رو داریم، سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو داریم و عقلی رو الله متعال به ما عنایت کرده، این تمام افکار و باورها و اعتقادات و آداب و رسومی که هست، اینها رو باید در قالب قرآن و سنت رسول الله، سیره و روش ایشان و اهل بیت و صحابهشون و همچنین عقل صحیح این مطالب رو باید بررسی بکنیم. آیاتی که شما اشاره کرده درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ما شیعه و سنی اینو اعتقاد دارند و باور دارند و تمام انسانهایی که فطرت صحیحی دارند و در قلبشون مرضی وجود نداره و هیچ غرضی رو در واقع ندارند، بر این نقطه اتفاق نظر دارند که هر انسانی ولو اینکه مسلمان نباشد اگر بخواهد یک زندگی مشترکی رو تشکیل بدهد، میرود سراغ افرادی که همجنس خودش باشند، از یک طیف باشند، یک کسانی باشند که در سطح اون باشند و به قول معروف کبوتر با کبوتر، باز با باز. و این به صورت کلی تمام انسانیت بر این اتفاق نظر دارند که هر کسی همسری انتخاب می کند ایدئال ترین همسر را، بهترین همسر را که با فرهنگش، با باورهایش و با آداب و رسوم خود اون فرد همخوانی داشته باشد می رود انتخاب می کند. وقتی که به آیات و روایات برمیگردیم بازم می بینیم که الله متعال هم این دستور رو به ما داده و اشاره کرده در قرآن کریم در آیات بسیار زیادی که زنان مؤمنی رو بگی ولأمة مؤمنة خیر من مشرکه، یک زن مسلمان ولو اینکه کنیز باشه بهتر از زن آزاده مشرک است و همچنین مردان رو این ترغیب کرده. و درباره زنان فاحشه و بدکاره گفته که از زانیة لا ینکحها الا زان، زنی که زانیه و فاحشه هست درخور یک مرد فاحشه و زانی هست و همچنین مرد زانی شایسته زن زناکار و فاحشه هست. این کلیاتی است که در قرآن کریم الله متعال اینها رو برای ما به عنوان یک مبدأ و اساس بیان کرده. در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فراوان داریم از شخص رسول الله، از اصحاب ایشان، از ائمه بزرگوار و اهل بیت ایشان که ائمه شیعه خودشون به اونها منسوب میکنن. روایات بسیار زیادی هست. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره کسانی که برای خواستگاری
میروند این توصیه رو کردند و تأکید رو کردند که فظفر بذات الدین، زنی را که دیندار باشد، اهل تقوا و خداپرستی باشد اون انتخاب بکن. با قبل از این رسول الله صلی الله علیه و سلم گزینه‌هایی رو که انسان به خاطر اون میره و سراغ یک همسر و میخواد یک جایی خواستگاری بکند اونها رو مطرح کرده و نهایتا میفرماید این گزینه دین رو شما انتخاب بکنید. و نه تنها به مردان این توصیه را کرده که دنبال زنهای مؤمنه باشند، به زنان و اولیاء امور هم این توصیه را کرده که اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. اگر یک فردی اومد نزد شما برای خواستگاری دختر و خواهرتون که اهل دین بود، تقوایش و دینش مورد پسند شما بود، اونو در واقع قبول بکنید. و در جای دیگر در سوره ممتحنه مثلا الله متعال دستور داده که ولا تمسکوا بعصم الکوافر، شما حق ندارید که با یک زنی که کافر هست و مشرک هست با اون ازدواج بکنید. پس بنابراین از نظر عقلی، از نظر عرفی، از نظر قرآن، از نظر سنت رسول الله و احادیث رسول الله، از نظر اقوال ائمه، به هر صورت که ما نگاه بکنیم یک انسان مسلمان باید زنی را که در خور خودش باشه و شایسته مقام خودش باشه باید برای خودش انتخاب بکنن. الان بگردیم به انتخاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که اسوه بودند برای ما و کسی که اولین مجری احکام قرآن بودند و به گونه که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها می‌فرماید کان خلقه القرآن، اخلاق رسول الله قرآن بود. یا وقتی که یک حکمی نازل میشد، در روایات داریم وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی نماز زیاد می‌خوندن، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمودند که این دارد قرآن را عملا تفسیر می‌کند که الله متعال دستور به قیام داده. پس بنابراین اولین کسی که به آیات قرآن و به احادیث خود رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کرده و این توصیه ها رو عملی کرده شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. ببینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی را که در خور خودش بودند و برای خودشون مناسب میدید که اونها را ازدواج بکند کی بودند؟ حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دختر ابوبکر صدیق، حفصه هست دختر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، و ام حبیبه هست دختر ابو سفیان که اینا جز همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و تا آخرین لحظات هم در واقع در هنگام وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم در قید حیات بودند و همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. و ما در روایات شیعه و سنی داریم که در روز قیامت الله متعال این زنانی را که در دنیا با در قید در واقع نکاح و عصمت یک مرد بودند اگر مسلمان باشند که در قیامت هم الله متعال اونها را با هم خواهد کرد. یعنی زنانی را که زن و شوهری که در دنیا زن و شوهر هستند اگر هر دو با ایمان از دنیا رفته باشند در قیامت هم ان شاء الله زن و شوهر خواهند بود و یک مقام و فضیلتی حتی بالاتر از حور الله متعال به این زنها عنایت خواهد کرد. این در میان شیعه و سنی در روایات بسیار متعددی وجود دارد. و درباره ازواج مطهرات همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم ما می‌بینیم که الله متعال وقتی که دستور داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم و می‌فرماد در سوره ممتحنه آیه 10 که ولا تمسکوا بعصم الکوافر، ای مردم ای مؤمنان شما زنهای کافره رو نگه ندارید. این حکم نازل شد هر کسی زن کافری رو دارد. این اسلام در میان زن و شوهر کافر از هم دیگر جدایی انداخته. یعنی اگر زن مسلمان باشد شوهر کافر باشد یا عکسش، اینها از نظر شرعی نکاحشون باطل هست، اصلا نیازی به طلاق نیست. و بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با نزول این آیه زنهایی را که ایمان نیاورده بودند طلاق دادند و از هم دیگر جدا شدند. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آخرین لحظات عمرش این همسران را در اختیار داشتند و اونها را طلاق نداده، پس بنابراین دلیل این هست که اینها مسلمان بودند، مؤمن بودند، وگرنه نکاحشون با رسول الله صلی الله علیه و سلم درست نبوده. و همچنین انسانهای مؤمنی بودند، انسانهای با اخلاقی بودند، انسانهای واقعا مؤمنه و عفیفه بودند، وگرنه شایسته رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع نبودند. الله
الله متعال در همین سوره احزاب در ابتدای این سوره احزاب اشاره می کند که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و همسران رسول الله را به عنوان امهات المؤمنین مادران مؤمنان معرفی می کند. الان در دنیای اسلام هر کسی که ادعای مسلمانی دارد و معتقد هست که من مؤمن هستم، به نص صریح قرآن باید عایشه و حفصه و ام حبیبه و دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه و را مادر خطاب بکند. این یک حکم الهی و قطعی هست که به عنوان مادر اینو مطرح کرده. بعضی اینو میان توجیه میکنند که نه، گفتن مادر به خاطر اینکه ازدواج با اونها درست نیست. ازدواج با اونها رو که درست نیست و حرام هست الله متعال در جای دیگر بیان کرده. در اینجا الله متعال میفرمایند که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، فقط مادر بودن رو در اینجا ثابت میکنند. و جالب اینجا هست که الله متعال در همین سوره، در سوره احزاب آیه 53 این اشاره می‌فرمایند که و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما مسلمانان و منافقینی که درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت می‌کردند و متاسفانه پیروان منافقین امروزه هم دارند درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت می‌فرمایند، فرمودند که شما حق ندارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم را اذیت و آزار بکنید، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، و بعد از این هم برای هیچ کسی از شما جایز نیست که با همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج بکند. یعنی چی؟ یعنی این که همسران رسول الله همون گونه که در دنیا همسر ایشان بودند در آخرت هم همسر ایشان خواهند بود. و همچنین در آیه 52 مثلا در همین سوره باز هم الله متعال تحریم کرده همسران را بر رسول الله، یعنی اضافه همسر دیگری رو انتخاب بکند رسول الله. یعنی اعلام کردن به رسول الله که ای پیامبر من، شما حق ندارید که از این به بعد زنی دیگه بگیرید و همچنین حق ندارید که یکی از این زنها را طلاق بدید. حضرت عایشه را، حفصه را، ام حبیبه را و بقیه همسرانش را از جانب الله دستور رسیده که این همسران را باید نگه داری. حق ندارید که اینها را جابجا بکنید، یکی رو طلاق بدید زن دیگری به جایش بیاورید. در همین سوره احزاب در آیه 52 رسول الله متعال میفرماند لا یحل لك النساء من بعده، از این به بعد برای تو زنان حلال نیستند که بری ازدواج دیگری رو انجام بدی، ولا ان تبدل بهن من ازواج، حتی جایز نیست و حلال نیست برای تو که این همسران رو عوض بکنی، یک از اینها رو طلاق بدی یک همسر دیگری رو انتخاب بکنی. ولو اعجبک حسنهن، بالفرض این که شیفته یک زنی بشوید و خوشت بیاد از زیبایی یک زنی، حق ندارید که بروید یک همسر دیگر انتخاب بکنید و اینها رو طلاق بدید. خب این که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسلمانان دستور داده که شما زنهای کافر رو نگه ندارید، هر کسی زن کافری داره طلاق هست و جدا هست، و دستور داده که شما زنان مؤمن و عفیفه و غیر مشرکه رو انتخاب بکنید. و در آخر عمر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب به ایشان الله متعال فرمودند که همسران شما مادران مؤمنان هستند و دستور دادند به مسلمانان که شما حق ندارید که بعد از رسول الله همسرانشون ازدواج بکنید. و نهایتا هم به رسول الله دستور دادند که حق نداری که این زنها را طلاق بدید. این نشانگر چی هست؟ نشانگر این هست که واقعا انتخاب رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب بجایی بوده، انتخاب درستی بوده، بر اساس درایت بوده و حفصه و عایشه و ام حبیبه دختران ابوبکر و عمر و حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنهم اجمعین، اینها واقعا شایسته و در خور رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند، وگرنه به هیچ عنوان الله متعال اجازه چنین ازدواجی رو نمیداد. و اگر چنین ازدواجی صورت گرفته بود قطعا دستور میداد که اینها رو طلاق بدهد. و الان که ازدواج صورت گرفت و دستور داده شد که اینها رو نباید طلاق بدی، دلیل رضایت الله متعال هست و دلیل مطمئن بودن و دقیق بودن انتخاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزاکم الله خیر. واقعا آدم تعجب میکنه از امتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو الله سبحانه و تعالی در همین سوره احزاب در موردش میفرماید که ولکم فی رسول الله اسوه، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسوه و الگو هستند برای شما. ادعا میکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بنابر مصلحت از بین یارانشون یا اقوام و قبایل مختلفی که در اونجا بودن هر زنی رو که مصلحت دیدن گرفتن بدون در نظر داشته اخلاقش، ایمانش، تقواش، پرهیزگاری. همین پیامبری که جناب استاد در موردش فرمودن که ایشون ما را امر میکنه که
فظفر به ذات الدین، سعی بکنید که زن دیندار بگیرید. خودش میره بنابر قول رافضه و شیعیان صفوی که ادعا میکنن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت با یک زنی که یعنی صفاتی رو که به ام المؤمنین عایشه صدیقه و به ام المؤمنین حفصه به بقیه همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدن، باور بکنید که کمتر از اینها رو حاضر نیستن به رهبران معاصر خودشون که خدا میدونه در دوران جوانی و نوجوانی و در دوران حوزه چه جرائمی رو مرتکب شدن در حق خودشون و در حق بشریت، حاضر نیستن که در حتی حسم اونا رو کسی ببره، حسم همسرانشون رو، دخترانشون رو. مثلا به همین رهبران معاصرشون، به اهل بیت اونا میگن بیت رهبری، حتی به اون خانه و مکانی که اونا در اونجا زندگی کردن احترام ویژه قائل هستن. اما همین دشمنان اسلام، همین شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی، میبینیم که در کتابهاشون، در سخنرانیاشون، در شبکه‌هاشون بدترین صفتها رو به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدن. ما دیروز بود مثل این که همه شاهد بودیم که مسلمان ها در اقصا نقاط جهان به خاطر تصاویر کاریکاتوری که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کشیدن همه ناراحت شدند. مردم به خیابان ها ریختن، پرچم های دانمارک و هالند رو به آتش کشیدن به خاطر اینکه روزنامه های این کشورها کاریکاتور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو کشیده بودن. اینا که نصرانی بودن، اینا که کافر بودن، اینا که اصلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول نداشتن. اما امروز ما مسلمان نماهایی رو میبینیم که در بین ما زندگی میکنن، مثل ما شهادتین میخونن، سر و وضعشون، لباسشون، حرفاشون مثل مسلمان ها است، اما در دلشون اون کینه و عداوتی رو که یهود و نصارا نسبت به اسلام ندارن اونا در دل میپرونارن. اگر یهود و نصارا اومدن کاریکاتور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو کشیدن، اینا میان محبوبه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، همسر پیامبر بزرگوار اسلام رو بدنام میکنن، در ایمانش، در تقواش، در عفتش، در پاکدامنیش شک ایجاد میکنن در بین مردم. جناب استاد یکی از این مراجع اینا، شبکه ولایت مدیرش، میگفت که ما در مورد عایشه سوالها داریم، بیش از 50 تا سوال داریم. من بارها گفتم در مورد ابو جهل و ابو لهب، در مورد زن ابو لهب حمالة الحطب که در قرآن ذکر میشه، اینا سوال ندارن، اما در مورد عایشه صدیقه طاهره عفیفه اینا 52 تا سوال دارن. خب این 52 تا سوال در مورد همسر خمینی و خامنه‌ای و همسران خودتون دارید؟ این واقعا برگرفته از همون حقد و کینه‌ای هست که در واقع به اسلام دارند، به رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند و قرآن را اونگونه که خودشون، یعنی برای من جالب بود، من دیروز کتاب الفوائد المدنیه استرابادی رو نگاه می‌کردم، دیدم در اونجا یک عبارتی داشت که واقعا برای من یعنی جای تعجب بود و در اونجا اومده بود که ما قرآن به هیچ عنوان برای ما نمیتونه حجت باشه، پس فقط ما باید به احادیث و روایات ائمه باید برگردیم. ان شاء الله این مطلب رو در یک از این برنامه‌ها ان شاء الله به صورت مستند خدمت بینندگان عزیز ان شاء الله نمایش خواهیم داد. به هر صورت اون کسانی که واقعا ایمان داشته باشند به این که همسران رسول الله امهات المؤمنین هستند، به این که الله متعال به رسول الله دستور داده که زنهای کافر را طلاق بدن، به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان عفیف و پاک دامنی بودند و الله متعال دستور داده که انسانهای عفیف باید زنان عفیف و پاک دامنی را انتخاب بکنند، به این که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده در آخر عمرشون که اجازه ندارید که این زنها را طلاق بدید و اینها را از خودت برانید. اگر واقعا اینها ایمان نداشتند، ایمانشون جای سوال بود، سوال درباره ایمانشون هست، سوال درباره اخلاقشون هست، سوال درباره عفتشون هست، خب این سوال در واقع باید از قرآن باشه. چرا الله متعال به رسول الله اجازه نمیدهد که این زنها را طلاق بدهد؟ چرا الله متعال اجازه نداده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جای اینها همسر دیگری را انتخاب بکند؟ چرا این زنها را آمده مطرح کرده که اینها امهات المؤمنین هستند؟ چرا اینها را آورده و در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را جا داده؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم با دختر ابوبکر، دختر عمر، دختر ابو سفیان که از دیدگاه اینا بدترین دشمنان اسلام هستند، چرا با اینا رفتند ازدواج کردند؟ آیا مگر شخصیت ابوبکر قبل الاسلام برای رسول
رسول الله نمایش داده نشده بود؟ نمیدونست. آیا مگر رسول الله عمر رو نمیشناخت؟ آیا ابو سفیان رو که رهبر مشرکان بود در جنگ‌های علیه رسول الله قیام کرده بود، آیا مگر ایشون نمیفهمیدند که این ابو سفیان هست، دخترش خود در خونه خودش بزرگ شده؟ آیا به دیدگاه خود شیعه آیا مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب نمیدونست؟ معتقد غیب میدونست. آیا اگر که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانست که اگر این همسر را انتخاب بکند علیاذ بالله در آینده دچار مشکل اخلاقی و عفتی می شود، با جانشین رسول الله دچار جنگ می شود، چرا این زن رو آورد ازدواج کرد و به نام خودش تمام کرد؟ درست. تمام اینها در واقع هر کوچکترین خدشه‌ای که وارد بشود، کوچکترین تهمت و ایرادی به حضرت عایشه و حفصه و دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم، اتهام مستقیم به شخص رسول الله، به نبوت ایشان هست، به اخلاق و ناموس ایشان هست و بزرگترین اتهام به آیات قرآن هست که در این زمینه کاملا صراحت دارند. جزاکم الله خیر. جناب استاد نظرتون چیه؟ بپردازیم به آیاتی که در این مورد اومده، با هم مروری داشته باشیم ببینیم اگر صحبت دیگری دارید در بفرمایید. بله. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن صدا و تصویر لپتاپ من رو داشته باشن، این آیات رو از مصحف با هم میبینیم و من ترجمه آیات رو هم انشاءالله بعد از تلاوت هر آیه خدمت شما عزیزان میخونم از ترجمه‌ای که در اینجا هست و بعد از اون انشاءالله در مورد این آیات جناب مولانا صحبت خواهند کرد. از آیه 28 سوره احزاب جزء 21 شروع میکنیم تا آیه 34. بسیار. ای پیامبر به همسرانت بگو و میفرماید که و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را میخواهید پس بدانید که خداوند برای نیکوکارانتان پاداش عظیمی. بله. من المؤمنین رجال. در اینجا میفرماید که و ای زنان پیامبر هر کس از شما که گناه ناشایست آشکاری مرتکب شود عذاب او 2 چندان افزوده می شود و این بر الله آسان است. و هر کس از شما برای الله و پیامبرش خضوع و فرمانبرداری کند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را 2 بار به او خواهیم داد و روزی ارزشمندی برای او. بله. الله سبحانه و تعالی از آیه 31 من خدمت شما عزیزان اینو بخونم که میفرماید و هر کس از شما برای الله و پیامبرش خضوع و فرمانبرداری کند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را 2 بار به او خواهیم داد و روزی ارزشمندی برای او آماده کرده ایم. ای زنان پیامبر شما مانند هیچ یک از زنان عادی دیگر نیستید. اگر پرهیزگاری کنید پس در سخن گفتن نرمی نکنید که آنگاه کسی که در دلش بیماری است طمع کند و سخن شایسته بگویید و در خانه‌های خود بمانید و به شیوه جاهلیت نخستین زینت‌های خود را آشکار نکنید و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و الله و پیامبرش را اطاعت کنید. الله قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنان که باید شما را پاک سازد و آنچه را در خانه هایتان از آیات الله و حکمت یعنی سنت پیامبر خوانده می شود یاد کنید، بیگمان الله باریک بین آگاه است. این بود آیات 28 تا 34 سوره احزاب که دقیقاً در آیه 31 جزئی از این آیه رو که به اسم آیه تطهیر نامگذاری کردن 33 بله جزئی از آیه رو که به عنوان آیه تطهیر نامگذاری کردن ابن مطهر حلی میاد میگه که این دلالت میکنه بر امامت علی ابن ابی طالب.
این آیات همون گونه که بینندگان عزیز و ارجمند هم مشاهده کردند، این آیه تطهیر که همون گونه که شما اشاره کردید در واقع آیه نیست، یک پاره از آیه هست، یک بخش پایانی از یک آیه هست. این نیمه آیه در ضمن آیاتی هست که درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. خب اگر واقعا در اینجا هر انسانی رو هر اندازه سطح سوادش پایین باشد فقط بفهمد کلمه ازواج یعنی چی، حداقلش این که از زبان زوج، این کلمه زوج رو بفهمد که زوج یا زوجه به چه معنی هست، میفهمد که این آیات درباره چه کسانی نازل شدن. آیه 28 خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست: یا ایها النبی، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای پیامبر خدا، قل لازواجک، به همسران خودت بگو. و آیاتی که بعد از این میآیند خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و به صورت صریح و واضح، نیازی به هیچ گونه تعویلی ندارد، نیازی به هیچ گونه فلسفه‌ای ندارد، نیازی به هیچ گونه مقدمه‌ای ندارد. هر کسی اندک آشنایی با زبان عربی داشته باشد میفهمد که این آیات درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده. آیه 28 این گونه آغاز می شود که یا ایها النبی قل لازواجک، به همسران خودت بگو، که شما ترجمه آیات رو خدمت بینندگان عزیز بیان کردیم، من نیازی نمی بینم که به این زمینه بپردازم. در آیه 29 در ادامه می‌فرماید و ان کنتن تردن، این هم خطاب به همسران رسول الله با واو عاطفه هست. و اگر، و به اونها بگو اگر شما الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم را میخواهید. جالب اینجا هست که در این آیات، این اصل شأن نزول این آیات درباره این است که بعد از این که غنایمی به دست مسلمانان رسید، همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند پیش ایشان و تقاضای خرجی بیشتری کردند. گفتند که خب الحمدلله که مال فراوان هست، قبلا یعنی ما در تنگنا بودیم و تنگ دستی بود، در اینجا مسلمانان مال و ثروت نداشتند، الحمدلله مال غنیمت بسیار زیاد شده که خمسش مال رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و میتونن به هر کیفیتی که بخواهند دخل و تصرف بکنن در اون. رفتن تقاضا کردند که یک مقدار خرج ما رو بیشتر بکن و یک کمی به اصطلاح هزینه زندگی ما رو بالاتر ببر و به ما چیز بیشتری رو بده. این خود همین تقاضا از جانب الله متعال مورد پسند قرار نگرفت. این شد که در اینجا دستور داد به رسول الله صلی الله علیه و سلم که به همسرانت این اختیار را بده: قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، بگو اگر شما واقعا دنبال دنیا هستی، دنبال ناز و نعمت و زینت دنیا هستی، به زنانت بگو بیا من شما را طلاق میدم و طلاقتون رو دادم، یک چیزی به عنوان هدیه میدم، مال دنیا رو به شما میدم که بروید، از این به بعد با رسول الله صلی الله علیه و سلم کاری نداشته باشید. اما اگر الله و رسول الله را انتخاب میکنید، این است که در ادامه آیه 29 میفرماید: ان کنتن تردن الله و رسوله. این آیه 29 هست. در آیه 30 دوباره صراحت داره، اضافه میکند یا نساء النبی، ای همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. فکر نکنم یک عاقلی بیاد بگوید این مثلا مراد از نساء النبی باشه ای مثلا حضرت علی، ای حسن و حسین. کسی تا حالا چنین ادعایی رو نکرده. و در ادامه در آیه 31 باز هم و من یقنت، اشاره به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، و من یقنت من کن، که باز هم صیغه تثنیه در اینجا آورده. و در آیه 32 باز هم لفظ یا نساء النبی آمده صراحتا، ای همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در آیه 33 که محل استشهاد ما هست، و در این آیه باز هم در ابتدای آیه اومده وقرن فی بیوتکن، ای همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم شما در خانه هایتان بمانید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، و اون گونه که زنان در زمان جاهلیت نمایان می شدند بیرون می رفتند شما بیرون نروید. و اقیمن الصلاة، دستور داد اقیمن الصلاة و آتین الزکات و اطیعن الله و رسوله. این در ابتدای آیه هست که خطاب به همسران رسول الله است. حتی خود شیعه و تمام علماشون صراحت دارن، نمیتونن غیر اینو بگن که ابتدای آیه تطهیر درباره همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم است. و به این خاطر است که شما تا حالا ندیدید یک شیعه‌ای رو که در این شبکه ها وقتی میان مطرح میکنند آیه تطهیر، این آیه رو کامل بخونند، آیه رو نصفش رو میخونند و میگن آیه تطهیر. این در واقع یک نوع تلبیسی هست. آیه تطهیر از این انما
درباره که ادعا میکنن درباره اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست از کلمه انما یرید الله شروع نمیشه. آیه تطهیر که آیه 33 هست با این جمله شروع میشه، خطاب به رسول الله که به همسرانش بگوید و خطاب الله این است که وقرن فی بیوتکن، ای زنان رسول الله شما در خانه ها بمانید. این یک حکم. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى، این حکم دوم هست. و اقیمن الصلاة و آتین الزکات و اطیعن الله و رسوله. 5 حکم را در ابتدای همین آیه الله متعال خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم در اینجا بیان کرده و در ادامه میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای اهل بیت رسول الله، ای خاندان رسول الله، الله متعال اراده دارد و میخواهد که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور بکند و شما را کاملا پاک بگرداند. و بلا فاصله بعد از این آیه باز هم خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اون چیزی که در خانه های شما تلاوت می شود، آیات قرآنی که در خانه های شما نازل می شود، شما اونها را بخوانید. واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. پس بنابراین ما در اینجا این اثبات شد برای ما که آیات قبل این آیه، این نصف آیه درباره همسران رسول الله هست. هیچ کسی در این مورد شک و شبهه‌ای ندارد. خود آیه که به عنوان آیه تطهیر مطرح میشه، آیه 33 ابتدایش درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. 5 حکم رو در اینجا بیان کرده. آیه 34 بعد از اون بلا فاصله باز هم درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در اینجا شیعه فقط 2 راه بیشتر نداره. یکی این که ادعا بکنند که قرآن تحریف شده. قرآن تحریف شده. این آیه‌ای که در اینجا هست که الله متعال می‌فرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این درباره علی هست، درباره حسن و حسین و رسول الله هست. منتها دشمنان اسلام این آوردن در وسط آیاتی که درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، اینو اضافه کردن. این ادعای این گزینه اولی هست، زیرا که به اتفاق تمام مفسرین این آیات همیشه درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته این ادعای عجیب و غریبی هم نیست، این ادعا را کردند. علامه مجلسی در کتاب بحار الانوارش و همچنین در کتاب مرآت العقولش صراحت دارد بر این که یکی از توجیهات و راه فرارهایی رو که بیان کرده این است که میگه امکان دارد، این هم بعید نیست که این آیه هم جز آیاتی باشه که دشمنان اسلام اینو تغییرش دادن، اینو قصداً آوردن در وسط آیاتی که مخصوص همسران پیامبر بود، اینو آوردن اینجا اضافه کردن تا فضیلتی برای همسران پیامبر بسازن. این گزینه اولی هست. اگر شیعه واقعا شیعیان فهمیده و شیعیان عاقل امروزه این ادعا رو قبول دارن، پس ما با اونا حرف حسابی رو نداریم. حساب من و شما کاملا پاک هست. کسی که قائل به تحریف قرآن باشد به اتفاق تمام مسلمان حساب دیگه نمی شود. این گزینه اول هست. گزینه دوم این است که بیایند ثابت بکنند اینو با دلایل تاریخی که بله این آیات در ضمن فلان آیه و فلان آیه درباره علی نازل شده، درباره حضرت حسن و حسین و فاطمه زهرا نازل شده باشه، که این آیه به صورت جداگانه که اثبات بکنند که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس یک آیه جداگانه‌ای بوده، نصف آیه نیست، این در فلان جا به این صورت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که چون این چیزی رو هم نمیتونن ثابت بکنن. پس بنابراین این آیات درباره همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در آیات قبل خطاب به همسران رسول الله، در خود آیه تطهیر وقتی که آیه آغاز میشه خطاب به همسران رسول الله، و در آیه بعدش باز هم خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته من این رو عرض بکنم که این توضیحی که من خدمت شما ارائه کردم به این معنی نیست که ما حضرت علی را، فاطمه را، حسن و حسین را جزو آیه تطهیر نمیدونیم به هیچ عنوان، بلکه ما معتقد هستیم که علی و حسن و حسین و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهم اجمعین جزو مصادیق این آیه هستند به اتفاق تمام اهل سنت و الجماعت. منتها در آیات صریح و در این بیان آیات از اینها فهمیده نمی شود که فاطمه باشند یا حسن و حسین و علی داخل شده باشند، بلکه بنابر روایات دیگری که اهل سنت دارند روایات صحیحی هست. و جالب اینجا هست که در حضرت
حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم روایت شده. بنابر استدلال از اون آیات حضرت حسن و حسین و فاطمه و حضرت علی رضی الله تعالی عنهم جزو این آیه هستند و این آیه شامل حال اونها هم می شود. جزاکم الله خیر. جناب استاد با هم یک میان برنامه کوتاه ببینیم و انشالله با ادامه بحث دوباره در خدمت شما باشیم. بینندگان عزیز گرامی با ما همراه باشید. میان برنامه کوتاه میبینیم و انشالله ادامه بحث استدلال روافض به آیه تطهیر برای امامت و عصمت ائمه را انشالله با هم خواهیم شنید از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان. با ما همراه باشید. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات، از سوی پروردگار شماست. پس هر که می‌خواهد ایمان بیاورد و هر که می‌خواهد کفر بورزد. به راستی ما برای ستمکاران آتشی فراهم نموده ایم که دیوارهایش آنان را از هر سو محاصره می کند و اگر درخواست آب کنند آبی چون مس گداخته به آنان داده می شود که چهره ها را می سوزاند. چه آشامیدنی بدی و دوزخ جایگاه بسیار بدی است. حق جدا کننده حق از باطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. در برنامه منهاج السنه با
بحث آیه تطهیر و این ادعای روافض که میگن که آیه تطهیر در مورد علی و فاطمه و حسن و حسین و 12 امام اینا نازل شده و این دلالت میکنه بر عصمت و امامت اونها. جناب استاد، بزرگترین اختلاف بین شیعه و سنی در مورد تفسیر و ترجمه این آیه در مورد قضیه اهل بیت هست که خب اونا ادعا میکنن که اهل بیت یعنی پسر عمو، اهل بیت یعنی نوه و ما میگیم که اهل بیت یعنی شروع میشه از همسران شخص الی فرزندانش و بقیه. تعریف دقیق اهل بیت رو اگر لطف کنید بفرمایید. همون گونه که شما اشاره کردید واقعا این آیه رو یک استدلال نابجایی از این آیه کردند و معتقد هستند که این آیه دلیل عصمت نه تنها اهل بیت و اهل کسا هست، یعنی رسول الله و حسن و حسین و فاطمه و علی، بلکه دلیل عصمت 12 امامشون هست. درست. و این دلیل عصمت رو و اصل عصمت رو به اندازه اصل امامت قرار دادند که حتی در کتابهاشون وجود داره، مانند کتاب اعتقادات صدوق که در اونجا تصریح میکند که و من نفع عنهم العصمت فی شیء من احوالهم فقط جهلهم. هر کسی که حتی در یک مورد به خصوص هم عصمت ائمه رو منکر بشود به معنی ناآشنایی و جهالت از ائمه هست و من جهلهم فهو کافر. و هر کسی که اطلاعی از ائمه نداشته باشد، جاهل از احوال ائمه باشد، فهو کافر. و حتی مجلسی هم در کتاب خودش بهال الانوار اینو به صراحتاً بیان کرده که اعتقاد ما این است که ائمه نه خطا میکنند و نه سهوی صورت میگیرد و نه گناه صغیره یا کبیره به هیچ صورت از اونها صادر نمیشود و مستندشون در این زمینه همین آیه تطهیر است که این خودش جای بحث و بررسی دارد که اولا آیا این آیه مربوط به ائمه اثنا عشر هست، از کجا اینو ثابت میکنند؟ دوما این که آیا از این آیه از کلمه تطهیر و اذهاب رجس آیا می شود مسئله عصمت رو در واقع استدلال کرد یا خیر، که این مسائلی هست که انشاءالله در ادامه برنامه یا در برنامه آینده انشاءالله مفصلا به این خواهیم پرداخت. اما نکته اساسی و کلید بحث ما در اینجا شناخت مفهوم کلمه اهل و کلمه بیت یا به سر یک جا باشند کلمه اهل بیت به صورت اضافت این چه معنی دارد. وقتی که ما به لغت برمیگردیم میبینیم که در اصل لغت و در اصل زبان وقتی که گفته می شود اهل به معنی همسر هست، یعنی در اصل لغت هر کتاب لغوی و فرهنگ لغتی را وقتی که شما نگاه میکنید اهل به معنی همسر گفته می شود و هر کسی که با یک کسی زیاد نشست و برخاست داشته باشد و زیاد رفت و آمد داشته باشد، در یک جا زیاد مونده باشد، این کلمه اهل بر اون اطلاق می شود. مثلا به طور مثال مثلا در قرآن اومده که اهل النار یعنی جهنمیان، یا اهل بهشت مثلا وقتی که ما میگوییم اهل کتاب، اهل مدینه، اهل روستا، اهل این شهر، اهل فلان مدرسه، اهل فلان مکتب و اهل فلان مذهب، یعنی کسانی که اختصاص دارند به اون مدرسه و به اون شهر و به اون اهل کتاب، یعنی اهل کتاب که منظور یهود هستند و اهل قریه یعنی اهل شهر. پس بنابراین این اهل در واقع و در اصل لغت به معنی این است که هر کسی که با یک چیزی ارتباط داشته باشد و همیشه همراه اون باشد به این کلمه به اون استفاده میشه. اما وقتی که گفته می شود اهل بیت، منظور از اهل بیت یعنی ساکنان بیت، همون گونه که منظور از اهل شهر یعنی ساکنان اون شهر، اهل مدرسه یعنی اون کسانی که در این مدرسه هستند، اهل روستا یعنی اون کسانی که در اون مدرسه و در اون روستا در واقع سکونت دارند. وقتی که ما میگیم اهل بیت یعنی اون کسانی که در خانه و سکونت داشته باشند، سکان خانه یا اهل خانه. و این تعبیر از در قرآن کریم هم اومده که خطاب به اهل خانه، این کسانی که در خانه زندگی میکنند در یک منزلی هستند، این کلمه اهل برای اونها استفاده شده. به طور مثال در سوره نور در آیه 27 الله متعال خطاب به مؤمنان میفرماد یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، شما وارد منازل و خانه‌های غیر از خانه‌های خودتون نشوید حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها،
تا زمانی که بر اهل اون خانه در واقع سلام برید. اهل خانه کی هستند؟ اون کسانی در داخل این خانه در واقع زندگی میکنند. این به اصطلاح ریشه قرآنی هم دارد که اهل را که وقتی ما میگیم اهل بیت، این استفاده کرده برای کسانی که در واقع در اون خانه زندگی میکنند. اما وقتی گفته می شود اهل، مثلا اهل النبی یا اهل فلان انسان، اهل مثلا زید و عمرو یا بکر هر کسی دیگر، این از نظر لغوی راغب در این کتاب خودش که در این زمینه هست اینو تفسیر کرده و توضیح داده به این صورت که راغب اصفهانی اهل الرجل فی الاصل من یجمعه و ایاهم مسکن واحد، در اصل اهل هر شخصی کسانی هستند که همراه با خود اون شخص در یک منزلی سکونت بکنند. این معنی اصلیش هست. و در ادامه میگه که بعد از این به صورت کنایه و مجازن به هر کسی که با این فرد خویشاوندی داشته باشد، این هم میگن که اهل فلانی هست. یعنی اساسا دو تا معنی داره. یک معنی اصلی این است که کسانی که با این مرد در یک خانه زندگی میکنند، من جمله زنش هست و همسر و فرزندانش هستن که هر کسی که در اون خانه زندگی میکنن. و به صورت مجاز، و معنی مجازیش این است که هر کسی که با این فرد ارتباط فامیلی و خانوادگی دارن. اما وقتی که ما برمیگردیم از نظر لغوی بررسی بکنیم، از نظر شرعی بررسی بکنیم، از نظر عرفی بررسی بکنیم، از نظر عقلی حتی بررسی بکنیم، به هر معنی و با هر منطقی که ما این کلمه اهل بیت را یا اهل را بررسی بکنیم برمیگرده اولین معنیش همسران یک فرد هستند. در لغت به طور مثال وقتی که اینو بررسی بکنیم، من راغب بازم میگوید که و عبر به اهل الرجل عن امرأته، یعنی از زن یک شخص تعبیر شده به چی؟ به اهل فلان شخص. وقتی ما میگیم که اهل فلانی یعنی همسر فلانی. و کلمه تأهل زمانی گفته می شود که اذا تزوج، وقتی کسی ازدواج بکنند میگن که فلانی متأهل شده. و از این جمله هست و منه آهلک الله فی الجنه، دعایی که مثلا گفته میشه که آهلک الله فی الجنه یعنی که زوجک، یعنی الله متعال در روز قیامت به تو همسرانی عنایت بکند. و همچنین رازی در کتاب خودش مختار الصحاح میگه که اهل الرجل تزوج، کسی که اهلی پیدا کرد و یعنی متأهل شد، یعنی این که ازدواج کرده. و تأهل مثله، یعنی تأهل مانند تزوجه هست، یعنی این که ازدواج کرده. و اینو هر کسی هم میدونن. حتی در عرف ما در ایران هم وقتی ما میگیم که فلانی متأهل هست، یه سوال میکنند که تو متأهل هستی یا مجرد هستی؟ مجرد یعنی این که همسر ندارد، متأهل یعنی این که همسری رو برای خودش انتخاب کرده. جناب آقای انصاری، واقعا برای من یک نقطه زمانی که در ایران بودم، برای من یعنی نمیگم که یعنی جای واقعا تأسف بود. نمیشه از این نقطه انسان خندید یا واقعا یعنی چه واکنشی رو نشوندن. از جانب دفتر رهبری یک مدارکی رو فرستاده بودند، فرمهایی رو بودند برای طلاب وقتی که میفرستادند. خب قبلا یعنی تمام مردم ایران این اصطلاح جا افتاده، یعنی یک چیز فطری و طبیعی هست. مجرد یعنی کسی که همسر ندارد، متأهل یعنی کسی که اهل دارد، یعنی زن دارد، ولو اینکه فرزند نداشته باشد، ولو اینکه نوه نداشته باشد، به محض این که یک فردی ازدواج بکند میگه من متأهل هستم. اما این فرمهایی رو که فرستاده بودند، این مجرد و متأهل رو عوض کرده بودند. قبلا می نوشتن مجرد و متأهل، الان دیگه نوشته بودند مجرد یا معیل نوشته بودند، یعنی عیالوار، که کسی که عیال دارد. یعنی می‌خواستن حتی در این اندازه بیان در زبان عربی دخل و تصرف بکنن. خب با اینکه شما اونجا بنویسید معیل، ولو اینکه این اصطلاح شما به خورد شیعه هم بدید و این کلمه رو و این اصطلاح رو مطرح بکنید و کاربرد داشته باشه در ایران، به هیچ عنوان شما نمیتونید زبان عربی رو، زبان اصلی قرآن رو به این صورت عوض بکنید. اما اینا دنبال هر راه چاره‌ای هستند که به یک عنوانی بیان اثبات بکنند که اهل یعنی فرض کن که نوه هست یا پسر عمو هست یا دختر هست و همسر به هیچ عنوان جز اهل قرار نمیگیره. این از نظر لغوی هست. وقتی که از نظر لغوی ما نگاه میکنیم، تمام کتب لغت و فرهنگ‌های لغت کلمه اهل را به معنی همسر تعبیر کردند و تأهل یا دعایی که آهلک الله فی الجنه، این به معنی متأهل شدن و به معنی همسر گرفتن است. این از نظر لغوی. اما دلیل شرعیش که در قرآن هست، ما میبینیم که این کلمه اهل در قرآن کریم هم به معنی همسر آمده.
در قرآن کریم هم به معنی همسر استفاده شده. به طور مثال در سوره قصص آیه 29 الله متعال به خطاب درباره حضرت موسی می‌فرماد که فلما قضى موسی الاجل و سار باهله و همراه با اهلش رفت. اهلش کی بودن؟ کسی نبود جز همسرش. پس در بنابراین در منطق قرآن از نظر شرعی هم کلمه اهل بر همسر استفاده میشه. آیه چندم فرمودید؟ آیه 29. آیه 29 فلما قضى موسی الاجل و سار باهله. و همچنین در جای دیگر در سوره یوسف که اکثر بینندگان عزیز و ارجمند این سوره رو در واقع خوندند و آشنایی دارند با این سوره، در سوره یوسف آیه 25 در سوره یوسف آیه 25 الله متعال در داستان حضرت یوسف می‌فرماد که ما جزاء من اراد باهلک سوءا، از زبان اون زلیخا یا زن عزیز مصر خطاب به عزیز مصر میگوید که ما جزاء من اراد باهلک سوءا، سزا و مجازات کسی که قصد بدی به اهل تو داشته باشد چی هست؟ همه میدونند که این جریان ساختگی که وجود داشت، همسر و زن عزیز مصر ادعا کرد که حضرت یوسف علیه السلام میخواسته بهش تجاوز بکند. در اینجا همین تعبیر رو الله متعال این گونه آورده که در واقع این هست که ما جزاء من اراد به اهلک سوء، کسی که به اهل تو سوء قصد کرده باشد چه مجازاتی دارد؟ اهل در اینجا در این آیه قرآن کسی نیست جز همسر عزیز مصر که همون زلیخا بود و داستان معروفی که همه اینو میدونن. پس بنابراین اگر از نظر لغوی نگاه بکنیم اهل یعنی همسر، اگر از دلیل شرعی نگاه بکنیم، منطق قرآن را نگاه بکنیم، اهل یعنی همسر. اضافه بر این از نظر عرفی هم وقتی که مثلا به شما میگویند که خانواده خوبند، اهل شما خوب هستند، یا کسی میگه من با خانواده اومدم، من با اهل خودم اومدم، شما چه برداشتی از این کلمه را دارید؟ از نظر عرفی هم وقتی که اهل گفته می شود یا اهل بیت گفته می شود، چیزی را ما به جز همین مطلب که فلانی همراه با همسرش آمده چیزی دیگری را شما متوجه نمیشوید. یا از نظر عقلی هم وقتی که ما نگاه میکنیم که اهل خانواده وقتی که انسان میخواد متأهل بشود، اولین قدم برای متأهل شدن زن گرفتن هست. این وقتی که شخصی میخواد اهل داشته باشد، تا زمانی که زن نگرفته کسی بهش نمیگوید که متأهل است. و اولین قدم برای متأهل شدن این است که برود دنبال همسری و زنی رو ازدواج بکند، بعد از این میشود متأهل. این از نظر عقلی هست، یعنی از نظر لغوی، از نظر شرعی و منطق قرآنی و از نظر آیات و روایات و از نظر عرف بشری نگاه بکنیم ما و از نظر عقل بشری نگاه بکنیم، به هر صورت وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که کلمه اهل در واقع به معنی همسر است. و جالب اینجا است که در قرآن کریم در جاهای زیادی رو وقتی که ما میبینیم که الله متعال درباره حضرت ابراهیم، درباره موسی، درباره عمران، درباره حضرت لوط، درباره عزیز مصر یا جاهای دیگر صحبت میکند، وقتی که تعبیر از همسرانشون میکند این کلمه اهل رو به کار میبرد. واقعا یک چیز عجیبی هست که اگر همسر حضرت ابراهیم به تصریح قرآن اهلش باشه، همسر موسی اهلش هست، همسر لوط اهلش هست، همسر عزیز مصر اهلش هست و همسر تمام شما اهل شما هستند، به جز رسول الله صلی الله علیه وسلم که همسرانش اهلش نیستن. من نمیدونم این منطق مسلمانی که نیست، نمیدونم حتی منطق انسانی و منطق عرفی که انسانها و بشر اینو استفاده میکنن چنین چیزی وجود ندارد. اما واقعا زمانی که انسان یعنی در قلبش غل و حسد باشد، کینه باشد و حق ستیزی باشد، به هر عنوانی که باشد، ولو این که عقل خودش زیر سوال برود، ولو این که قرآن زیر سوال برود، ولو این که اصل زبان زیر سوال برود یا عرف بشریت رو زیر سوال ببرند، میبینیم که ادعا میکنند که بله همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم در جزو اهل ایشان در واقع نبود. جزاکم الله خیر. جناب استاد در مورد خانه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یک شبهه‌ای که وارد میکنن در اینجا، میگن که در اینجا نگفته که اهل البیوت، گفته اهل بیت، یعنی اهل فقط همون خانه‌ای که در اون علی و فاطمه و حسن و حسین بود. اگر اینو بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نظر تاریخی هم ثابت نیست که رسول الله در خونه حضرت علی و فاطمه زندگی کرده باشه.
یا این که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خانه جداگانه‌ای داشته باشه که مستقل از خونه‌ای باشه که مثلا حضرت عایشه و حفصه و ام سلمه و دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون زندگی می‌کردند، چون این چیزی اساساً یعنی ثابت نیست. اضافه بر این وقتی که برمیگردیم به خود آیات قرآن، نمیخوایم که از تاریخ استدلال بکنیم، خود آیات قرآن را وقتی که ما نگاه میکنیم که سوال اینجا است که آیا قبل از این که علی داماد پیامبر بشود، قبل از این که علی و فاطمه با همدیگر ازدواج بکنند و حسن و حسین با همدیگر در واقع یعنی به دنیا بیاند و رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی داشته باشد، آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اهلی داشتند یا نه؟ چه زمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم متأهل شدند؟ آیا قبل از این که علی و فاطمه با هم ازدواج بکنند رسول الله صلی الله علیه وسلم مجرد بود؟ هیچ انسان عاقلی چون این چیزی رو قبول نمی کند. وقتی برمیگردیم به آیات قرآن قبل از ازدواج حضرت علی و فاطمه زهرا و قبل از این که حسن و حسینی به دنیا بیان، میبینیم که الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده و اهل ایشان را ذکر کرده. به طور مثال در غزوه درباره آیاتی که درباره غزوه احد هست در سوره آل عمران آیه 121، در این آیه که به اتفاق شیعه و سنی در زمان احد هست و درباره احد است، الله متعال در این سوره میفرماند و اذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. صراحت داره در اینجا که اهل را نسبت داده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اذ غدوت من اهلک، آن زمانی را بیاد بیار ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که شما از اهلت، از خانواده خودت، از کنار اهل خودت بیرون رفتی برای جهاد. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، که مؤمنین رو در جایگاهشون می نشاندی، برای آمادهشون می کردی برای جهاد. خب این آیه در جنگ احد هست. در جنگ احد الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد آن زمانی که از نزد اهلت بیرون آمدی. این یک آیه. و همچنین درباره بدر که حضرت علی رضی الله تعالی عنه با حضرت فاطمه بعد از بدر ازدواج کردند و حضرت حسن و حسین در سال سوم و در سال چهارم به ترتیب به دنیا آمدند. یعنی زمانی که اصلا ازدواجی صورت نگرفته بود و زمانی که اصلا حسن و حسینی به دنیا نیامده بود. میبینیم که الله متعال در اینجا خطاب میکنه به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، زمانی که الله متعال تو را از خانه‌ات بیرون کرد. یعنی در آیه اولی اهل آمده و در آیه دومی بیت آمده. یعنی این که قبل از این که حضرت علی و فاطمه با هم دیگر ازدواج بکنند و قبل از این که فاطمه و علی فرزندانی به نام حسن و حسین داشته باشند، رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل داشتند و بیت داشتند و این بیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون زندگی می‌کردند مال اهلشون بود. یعنی این که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از ولادت حسن و حسین اصلا و اساسا قبل از ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنهما در واقع رسول الله اهل بیتی داشتند. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کی بودند در اون زمان؟ به چه دلیل تا زمانی که علی و فاطمه ازدواج نکردند رسول الله اهل دارند، همسرانش جز اهلش هستند؟ به محض این که رسول الله یعنی دامادی رو گرفت و فاطمه و علی با هم دیگر ازدواج کردند، الان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین رفتند، دیگر اهلی نداشتند، اهلش شد فقط حضرت علی و حسن و حسین. این منطق رو من یعنی فکر نمی کنم که یک انسان عاقل بتونه اینو در واقع هضم بکنه و قبولش بکنه. اضافه بر این وقتی که ما برمیگردیم به اصطلاح بیت یا بیوت، این هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده و هم به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما میدونیم که ایشان یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم همسران متعددی داشتند و برای هر همسر یک خانه جداگانه و مستقلی بود و شخص ایشان خانه مستقل از این خانه ها نداشتند. هر وقتی می رفتند یک شب مثلا نزد حضرت عایشه و شب دیگر نزد همسری دیگر می رفتند و به همین گونه اون قسم و عدالتی که بر ایشان واجب بود و لازم بود اونو در واقع یعنی عملی می کردند. ما می بینیم که الله متعال در همین سوره احزاب در یک جای می بینیم که این بیوت را به رسول الله نسبت داده و در جای دیگر اینو نسبت داده به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم. به طور مثال در آیه 53 سوره احزاب که خدمت بینندگان این سوره
سوره رو شما نمایش دادید. الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله یک آیه رو درباره ایشان نازل کرده و خطاب به مسلمانان می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ای کسانی که ایمان آوردید وارد خانه‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم نشوید. لا تدخلوا بیوت، این بیوت جمع بیت هست. شما وارد خانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم نشوید الا ان یؤذن لكم، مگر این که به شما اجازه داده بشه. اون کسانی که واقعا برخلاف واقعیت ادعا کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط یک بیت داشتند، خب این آیه صریح است. این آیه میگه که بیوت النبی، خانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای کسانی که ایمان آوردید وارد خانه های رسول الله صلی الله علیه و سلم نشوید. این که رسول الله خانه های متعددی داشتند و در هر خانه یک اهلی وجود داشته و چون که این بیت نبی هست و اینها بیوت نبی هستند، پس بنابراین تمام کسانی که در این خانه ها زندگی میکردند میشوند اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در همین آیه 33 سوره احزاب که خدمت بینندگان نمایش داده شد و قرائت شد، الله متعال در ابتداش میفرماید و قرن فی بیوتکن، خطاب به همسران رسول الله، شما در خانه هایتان بمانید. یا در ادامه آیه در بعد از این میفرماید آیه 34 و ذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اون چیزی که در خونه های شما تلاوت می شود به اون چیکار بکنید، عمل بکنید و اونو یاد بکنید. پس بنابراین در قرآن وقتی که ما نگاه میکنیم هم کلمه بیت به رسول الله یعنی خطاب شده که یعنی من بیتک، از خانه‌ات، و هم بیوت اطلاق شده برای رسول الله، بیوت النبی، خانه های رسول الله صلی الله علیه وسلم، و هم کلمه اهل استفاده شده قبل از ازدواج فاطمه و حضرت علی رضی الله تعالی عنه، و هم کلمه همین بیوتی که در یک جای اینو نسبت داده به رسول الله که میگه بیوت النبی، در آیه بعدش اینو نسبت داده به همسران رسول الله و اذکرنا ما یتلی فی بیوتکن و قرن فی بیوتکن. پس بنابراین معلوم می شود که بیوت رسول الله، خانه های رسول الله، دقیقا همون خانه های همسران ایشان هستند و خانه هایی که همسران رسول الله صلی الله علیه و آله در آن زندگی می‌کردند دقیقاً همون خانه هایی هستند که رسول الله صلی الله علیه و آله در اونها زندگی می‌کرد. وگرنه لازمش این است که یعنی اگر اینو قبول نکنیم باید بگیم که رسول الله صلی الله علیه و آله بیوتی داشتند، یعنی چندین خانه داشتند مخصوص خودش که فقط خودش تنها شبها میرفت میخوابید و همسرانش هم هر یک جداگانه برای خودشون بیوت جداگانه داشتند که این منطق رو هیچ کسی در واقع یعنی قابل توجیه برای هیچ انسانی نیست. پس بنابراین تمام این به اصطلاح راه فرارها که بیان میکنند، تمام این حدسه هایی که میخوان وارد بکنند، فقط و فقط به خاطر این است که قطع نظر از آیات قرآن که هیچ ارتباطی به آیات قرآن هم ندارند، این آقایون میخواهند که بیان برای رسول الله صلی الله علیه و آله یک بیتی رو ثابت بکنند که فقط ایشون یک بیت داشتند. و اگر همین یک بیت هم ثابت بکنیم، فرض بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خانه جداگانه‌ای داشتند که مخصوص خودشون بود که شبها میرفتند یا روزها تنها میرفتن در اونجا استراحت می‌کردن، خب به چه دلیل حضرت فاطمه و حسن و حسین در این خونه بودن؟ حضرت علی که خودش یعنی اهل متأهل بودن، اهلی داشتن، خودشون اهل بیتی داشتن، فاطمه و حسن و حسین اهل بیت حضرت علی رضی الله تعالی عنه بودن و از نظر تاریخی هم ثابت هست که ایشون یک خانه جداگانه‌ای داشتن در کنار خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین این که میگن که چون که در این آیه اومده که وقرن فی بیوتکن و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اینا خانه های ازواج مطهرات هست و خانه رسول الله نیست، پس بنابراین این زنان نمیشوند اهل بیت رسول الله. این در آیات دیگر اومده که این نسبت داده به شخص رسول الله، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی کما اخرجک ربک من بیتک، که در آیه قبلی که من اشاره کردم و اذ غدوت من اهلک، زمانی که از اهل خودت بیرون آمدی. پس بنابراین معلوم می شود که این بیت اهل جنس به اصطلاح اسم جنس است، شامل تمام خانه هایی می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونها شب می‌گذراندند و در اونجا اهلی در واقع داشتند که این چیزی دیگر نیست جز همان خانه‌های ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و آله. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان، واقعا تعریف جالبی بود از اهل بیت و بیوت نبی و شبهاتی که در این مورد مطرح میکنن. ما با هم یک میان برنامه میبینیم بینندگان عزیز و گرامی، و بعد از اون ان شاءالله شماره تلفن برنامه زیرنویس خواهد شد و
دوستانی که در مورد موضوع برنامه سوالی دارن یا شبهه‌ای دارن میتونن مطرح بکنن، منتها مرتبط باشه با همین موضوعاتی که ما مطرح کردیم در این قضیه. به موضوعات جانبی نپردازید تا مسیر برنامه عوض نشه و از هر تماسی که بخواد خارج از موضوع برنامه صحبت بکنه معذرت میخوایم. با هم میان برنامه رو میبینیم و انشالله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید. شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان
خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. با ادامه برنامه منهاج السنه در خدمت شما عزیزان هستیم و موضوعی که قرار الان از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان کارشناس محترم برنامه بپرسم، قضیه شبهه‌ای است که مطرح می‌کنن که از آیه 28 تا آیه 34 انگامی که مخاطب این آیات همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، ضمایر مؤنث ذکر میشه. اگر دوستان عزیز در اتاق فرمان لطف کنن نشون بدن این صفحه رو. یا آیا نبی قل لازواجک ان کنتن، اینجا و امتعکن و سرحکن، و همچنین در آیه 29 این کنتن، و در آیه 30 و آیات بعدی هم من کن در آیه 31، لستن مثلا در آیه 32، بیوت کن در اول امین آیه‌ای که به آیه تطهیر معروف است. و ادعا میکنن که در وقتی مخاطب علی و فاطمه و حسن و حسین بوده و اهل بیت پیامبر اونا هستن، میگه در اینجا یطهرکم اومده، یطهرکن نیومده. پس این آیه شامل آل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بنابر اعتقاد اهل سنت که همسران پیامبر باشن نمیشه. جناب استاد نظر شما رو در این مورد خواهیم بدیم. واقعا این در واقع نمیدونم اسمش بذاریم شبهه یا بذاریم سند، یعنی جهالت و نادانی این آقایون به زبان عربی و آیات قرآن کریم. این واقعا یک حرفی هست و یک منطقی هست که برای هیچ انسان مسلمانی که حداقل آشنایی با قرآن کریم و با زبان عربی دارد، یعنی فکر نمی کنم چنین شبهه‌ای برایش قابل پذیرش باشد و قابل توجیه. اگر واقعا این منطق آقایون که برای مؤنث، یعنی به صورت کلی، ولو این که در ضمن یک مجموعه باشد که مردانی وجود دارند، قطعا باید ضمیر مؤنث بیاید و تا زمانی که ضمیر مؤنث استعمال نشده باشد، مؤنث به هیچ عنوان مورد خطاب قرار نگیرد، این در واقع این منطق منجر می شود و مساوی هست با یعنی نابود شدن دین اسلام و تمام زیر سوار بردن تمامی احکام و فرامین و اوامر و نواهی الله متعال. به طور مثال مثلا در قرآن کریم الله متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. الذین و آمنو برای مذکر استفاده میشه. اگر واقعا این دلیل باشه که برای مؤنث نیومده، پس بنابراین میشه این ادعا رو کرد در یعنی زنان مکلف به تقوا نیستند. یا مثلا در آیات دیگری که شبیه به این آیات بسیار زیاد هست در قرآن کریم، به طور مثال درباره فرضیت صیام بازم الله متعال همین تعبیر رو دارند، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی به تعبیر دقیق تر ای مردانی که ایمان آوردید روزه بر شما فرض هست. اگر واقعا این منطق را یعنی افرادی داشته باشند، به این معنی هست که زنان بر زنان دیگه روزه نباید فرض شده باشه، این آیه مخصوص مردان باشه. اینو هیچ کسی، هیچ عالمی، نه شیعه نه سنی فکر نکنم که به این حرف معتقد باشه. اما کسانی که اومدند این ادعا رو مطرح کردند و این شبهه رو در واقع مطرح کردند، قطع نظر یعنی
احساسی ندارند، توجهی ندارند به این که این حرف منجر به چه عواقب وخیمی می شود و چنین مطالبی رو در واقع ادعا می کنند و این دلیل عدم آگاهی و ناآشنایی این افراد هست به زبان عربی. در زبان عربی جناب استاد انصاری میگونه که شما میدونید، همه بینندگان عزیز و ارجمند هم میدونن، در زبان عربی و در اصطلاح محاوره عربی اگر در یک جمعی مؤنث مذکر با هم باشند، در یک جمعی هم مرد وجود داشته باشد هم زن وجود داشته باشد، در اینجا ضمیر مذکر به کار میبرند. به طور مثال اگر شما در یک جمعی وارد بشوید که زن و مرد در اونجا هست، خطابی که میکنید به اونها سلام که وقتی میدهید السلام علیکم و رحمت الله هست، نمیگوید السلام علیکن، به خاطر اینکه چند تا زن در اینجا وجود داره. حتما این خطاب باید خطاب به مذکر باشه و این بسیار فراوان هست در قرآن کریم و تمام خطابه هایی که به صیغه مذکر اومده و یک حکم شرعی رو در بر دارن هم مؤنث مراد هست و هم در واقع مذکر مراد هست. اضافه بر این وقتی که ما به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگردیم میبینیم که این خطاب کردن مؤنث با لفظ مذکر این در واقع شواهد زیادی رو داره، در این با توجه به لفظی که و واژه‌ای که در اونجا به کار برده شده. به طور مثال درباره زن حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن ما داریم در سوره هود آیه 71 تا 73 زمانی که الله متعال میفرماید و امرأته قائمة فضحکت، همسر ابراهیم که ساره بود ایستاده بود، فضحکت خندید. بنابر برخی از روایات این ضحکت به معنی خندید هست و بنابر برخی از به اصطلاح مفاد لغوی زبان عرب به معنی این که قاعده شد. به هر صورت میگه زنش ایستاده بود و در ادامه خطاب به زن حضرت ابراهیم الله متعال میفرماد قالوا اتعجبین من امر الله، بعد از این که بشارت دادند که الله متعال به شما فرزندی عنایت میکند و این زن در حضرت ساره تعجب کرد، فرشتگان در ادامه فرمودند که قالوا اتعجبین من امر الله، آیا از کار الله شما در تعجب هستید؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. در اینجا همین تعبیری که برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که لفظ کم رو با ضمیر مذکر یطهرکم آمده، در اونجا هم میبینیم که الله متعال ولو اینکه مخاطب حضرت ساره هست، همسر حضرت ابراهیم است، در اونجا میگه رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. یا درباره حضرت موسی علیه السلام که در خطاب به همسرش میگه در سوره طه آیه 10 وقتی که آتشی رو میبیند میگه که من میرم سر این آتش و برای شما در واقع یک قبسی رو برمیدارم میآورم، در اونجا میگه فقال لاهله امکثوا، به خانوادهش خودش گفت، به اهل خودش گفت امکثوا، صیغه مذکر رو در اینجا به کار برده. آیه 10 سوره طه فقال لاهله امکثوا که اینجا بمانید، اهل در اینجا به کار برده شده و صیغه مذکر هست، جمع مذکر امکثوا امر در اینجا آورده. پس بنابراین با توجه به کلمه در آیات قبلی چون که مورد خطاب و لفظ نساء النبی بود، لفظ نساء النبی در اونجا ذکر شده بود. در ابتدا الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که به ازواجت بگو و در چندین آیه لفظ یا نساء النبی ذکر شده بود. خب وقتی که لفظ نساء اومده قطعا باید ضمیرش هم مطابق با نساء باشه که نون نسوه در اونجا به کار ببره. اما در این آیه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، در اینجا کلمه اهل اومده. کلمه اهل در زبان عربی مذکر هست و برای مذکر در اینجا لفظ مذکر به کار برده شده. این یک امر مسلمی هست که تمام کسانی که به قول علامه عبدالعزیز دهلوی رحمت الله علیه این بچه های مدرسه‌ای هم که به تعبیر اون کافی خان هم اینو میفهمند که برای لفظ مذکر ضمیر مذکر باید استعمال بشه و در اینجا این تذکیر ضمیر فقط و فقط به خاطر این است که اینجا اهل بیت منادا هست و این ضمیر برمیگرده به اهل و چون که کلمه اهل مذکر هست پس بنابراین ضمیرش هم به صورت مذکر اومده. پس بنابراین هم ازواج مطهرات در اینجا مراد هستند و هم در بنابر تفسیر و که توضیح که اهل سنت و الجماعت دادن به استناد از حدیث کسا هم حضرت علی، فاطمه زهرا و حسن و حسین. اگر اینو منحصر بدانیم فقط بر مؤنث پس بنابراین حضرت فاطمه زهرا هم با توجه به خود آیه مشمول این آیه قرار نمیگیره، زیرا که فاطمه مؤنث است و در اینجا ضمیر در واقع مذکر استفاده شده.
بله جزاکم الله خیر. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. می‌خواستم با آقای انصاری در مورد برنامه‌شون صحبت کنم. بفرمایید که این بلندتر صحبت بکنید بیننده گرامی. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. آقای انصاری شمایی؟ بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری سلامت باشید. سلام خیلی گرم من به آقای دهقان میرسونم، خسته هم نباشه ایشون. سلامت باشید. زنده باشید. آقای انصاری من الان برنامه‌شو نگاه میکنم، معمولا در تهران هم معنی اهل بیت همینه. مثلا من میخوام به داداشم زنگ میزنم، میخوام داداشمو دعوت کنم، میگم اهل بیت تا بعد بیاد امشب. درست. متوجه هستید؟ معمولا این مسئله که شما عنوان میکنین همینه. یکی آقای انصاری یه سوالی داشتم از آقای دهقان. بفرمایید. واسه بگم من که مثل ایشون نمیتونم فرایض مذهبی رو گوشزنگ کنم به دیگران، فقط به خودم گوشزنگ میکنم، آیا جهنمی هستم؟ یکی آقای انصاری میخواستم یک پیامی به هموطنان خودم به ایرانی‌ها بدم. بله. الو؟ بله بفرمایید صدا شما داره پخش میشه بیننده گرامی. خواستم یه پیامی هم به هموطن بدم که بگم با قرآن بسیار بسیار ساده و روشن کلام خدا. منی که سوم راهنمایی هم ندادم تا الان که کل قرآن که حالا قرآن من که 62063 تا آیه داره، تا الان که 3700 تا که من نوشتم که 24 تا سوره حدوداً میشه، تو اینا الان در آوردم با این سوم راهنمایی. کلام خدا ساده است، روشنه. متوجهی؟ بله. و من که اینجوری هستم قشنگ تو مغزم رفته. حالا واسه این دوستان واسه که روشن بشن کلام خدا رو میتونم واسه شون بگم که انعام 104-125 در مورد روشن بودن و ساده بودن کلام خدا میگه، اعراف 31 در مورد ساده و روشن بودن کلام خدا میگه، توبه 10 در مورد ساده و روشن بودن کلام خدا میگه، یونس 4-14 و 23 در مورد ساده و روشن بودن کلام خدا میگه، هود آیه 1 در مورد ساده و روشن بودن کلام خدا میگه، یوسف 110 آیه 110 در مورد ساده و روشن بودن کلام خدا میگه که تو مغز هر کی میره. بله. متوجهی؟ و این هم که تو قرآن دستکاری شده، نه به هیچ عنوان. خدا میگه هیچ کس جرأت اینو نداره که تو آیه‌های من، تو کلام من، تو قرآن من دستکاری کنه، حتی یه دونه حروفو. در سوره مبارکه انعام 114 خدا عنوان کرده که هیچ کی جرأت نداره در دستکاری کنه تو قرآن. در سوره مبارکه یونس آیه 63 همین عنوانو کرده. در سوره مبارکه حجر آیه 8 همین عنوانو کرده. عزیزان من قرآن از زبان دیگران نشنوید، با زبان خودتون بخونید، حتی اگه بی‌سواد باشید. خیلی خیلی ممنونم، موفق باشید. خداحافظ. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز گرامی، الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، شال دارید؟ سلامت باشید بیننده گرامی. سلامت زنده باشین. سلام خدمت آقای دیوان و تمام شبکه‌های وسایل حق. سلامت باشید برادر عزیز. در مورد موضوع برنامه صحبتی دارید؟ در خدمت شما هستیم. تشکر. سلامت زنده باشین. و چون همین کلیپ‌هایی که از شبکه شما پخش میشد اینا را دیدم. من میخواستم برای همین کسانی که از اهل تشیع هستن، چون همین حقیقت اینا میبینم. درست. بله. چون اینا همین حقیقت میبینم. اگر از این حقیقت پیروی نکنم مشکل از اینا چی خواهد بود؟ آیا قرآن از این مشن برای از اینا چگونه جواب خواهد داد؟ و اینا چون حقیقت را امروز میبینم از این شبکه ها، اینا آزامی و فرهنگ که آخوندهای از اینا همین را تعقیب میکنم، برای از اینا همین خرافات را به چیز از اینا میدم. چون امروز همه جامعه از طریق میبینیم، از طریق همین شبکه های جهانی که برای مردم صحبت میشه، علما صحبت میکنن، روشنی بر همه نقطه میشه، اما باز هم اینا به همین گمراهی خود میرم. از وقتی که از این عقل خود استفاده نمیکنم، جزای از اینا از دیدگاه قرآن چی خواهد بود؟ امیر آقای دیوان برای ما پاسخ بدن. چشم. تشکر از شما. خدا نگهدار شما بیننده عزیز. خداحافظ شما. بله سلام علیکم بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی، صدای شما داره پخش میشه. لطفا صدای گیرنده‌تون رو ببندید، صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلامت باشید بیننده گرامی. در مورد موضوع آیه تطهیر که در برنامه مطرح شد اگر سوالی دارید بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. من خواهش میکنم از بینندگان عزیزی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیونشون رو کاملا ببندن. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری خوب هستی برادر؟ سلامت باشید بیننده گرامی. برادر ما از تاجیکستان تماس میگیریم، میخواستم بعد از برنامه بهتون صحبت کنم. بسیار خوب، شما بعد از پایان برنامه میتونید زنگ بزنید انشاءالله. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. خسته نباشید برادر. سلامت باشید. آقای انصاری. بله بفرمایید بیننده گرامی، موضوع برنامه آیه تطهیر است. اگر صحبتی در این مورد دارید در خدمت شما هستیم. گفتم من یه سوال داشتم، گفتم درباره مثلا زن شوهر و اینا میشه این سوال مطرح کنم؟ والا اگر سعی کنید سوالات شرعی رو در برنامه پرسش و پاسخ روزهای دوشنبه مطرح کنید سپاسگزار میشیم از شما. روزهای دوشنبه؟ بله روزهای دوشنبه ساعت 7:30 شب به وقت تهران. متشکرم. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی. من میتونم یه سوال در رابطه با فیلم اومد داشته باشم؟ موضوع برنامه آیه تطهیر است. شما در مورد آیه تطهیر اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم بیننده گرامی. خواهش میکنم. پس راجع به فیلم کی میتونم زنگ بزنم سوال بکنم؟ والا در برنامه آن رو که میتونید زنگ بزنید سوال بکنید. ما انشالله خیلی متشکرم. سپاسگزارم. خدا نگهدارت. خب جناب استاد، اولین بیننده سوالی داشتن که من این مسائلی رو که آگاهی پیدا کردم، بیننده گرامی از تهران بودن، نمیتونم برای کسی گوشزد بکنم یا به تعبیر دیگه نمیتونن دعوت عملی انجام بدن در بین مردم رو بیدار بکنن. همین حرفا رو میگه به خودم گوشزد میکنم. آیا این نفعی داره؟ یا وظیفه اینا چی است در جامعه‌ای که زندگی میکنن که در زیر سایه مثلا حکومتی که تا کسی بخواد حرف حق رو بزنه خب برخورد که میدونید چی؟ قطعا از نظر شرعی هر کسی که به یک حقیقتی رسیده باشه و یک در واقع امری برایش محرز و آشکار شده بنا به دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون فهمی رو که از دین دارد، اون علم و دانشی رو که حاصل کرده و اون نتیجه‌ای رو که با تلاش‌ها و تحقیقات خودش رسیده، اونو باید به دیگران منتقل بکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود بلغوا عنی ولو آیه. هر کسی ولو اینکه یک مطلبی، ولو اینکه یک نکته‌ای رو از من فرا گرفته از دین اسلام میداند که رساندن این نکته باعث هدایت دیگران میشود، این در واقع این کار باید انجام بدهد و به دین مبین اسلام هدایت مردم را راهنمایی بکند. اما این معنیش این نیست که یک انسانی بیاید خودش را در ملأ عام در واقع اعلام بکند که من به این نکته رسیدم که این نهایتا منجر به این بشود که اذیت و آزار بشود این فرد و شاید که نهایتا در جامعه مثل ایران هم شاید که سر از زندان و نهایتا از چوبه دار به اصطلاح سر در بیاورد. در چنین مواردی انسان باید حکمت کار بکند و با اون بینش صحیحی که الله متعال به اون داده نباید بیگدار به آب زد و با بیان یک مطلب خیلی کوچیکی مثلا جان خودش را از دست بدهد. چه بسا انسان با حکمت وقتی که کاری رو انجام بدهد، دعوتی را شروع بکند و قطعا اطرافیان قبول میکنند. همین برادر عزیزمون قطعا انسانهایی رو پیرامونش هستند، دوستانی رو دارن، خانواده‌ای هستند که بهشون یعنی واقعا یعنی اعتماد دارند بر اون افراد. میتواند این حقایق و واقعیت هایی رو که به اون رسیده یا اون خرافات و افسانه هایی که مطمئن هست که خرافه و افسانه هستند به عزیزان و دوستان خودشون در واقع گوشزد بکنن. این بزرگترین دعوت است و بزرگترین عامل در اینجا خود هدایت خود شخص است. وقتی که انسان خودش هدایت بیابد، خودش از خرافات و بدعات و کجندیشی ها در واقع
واقع دور بشود، این خودش سبب هدایت دیگران می شود. زمانی که یک انسان مؤمن و متعهد در اخلاقش متفاوت است با دیگران، در رفتارش متفاوت است، در معاملاتی که با مردم دارد متفاوت است، در گفتار و کردارش و در عقایدش متفاوت است، قطعا این در تمام زندگیش تأثیر میگذارد و بزرگترین دعوت همون دعوت عملی هست که انسانها را دعوت بکنند به یکتاپرستی و دوری از خرافات و بدعات و افسانه ها. واقعا ایشون یعنی حرف جالبی رو مطرح کردند. این حق جویی و حقیقت گرایی که امروزه الحمدلله در جامعه ایران شروع شده و این آزاداندیشی که الحمدلله مردم ما یعنی این رویکرد جدیدی هست که بدون تعصب دارن به حقایق دینی و قرآنی و مسائل تاریخی رو دوباره بازنگری میکنن، این واقعا یک رویکرد بسیار مبارک است و من دعوت میکنم تمام بینندگان عزیز و ارجمند و کسانی که صدای ما را میشنوند که بدون تعصب و بدون جانبداری از کسی، بدون از این که عقل خودتان را زیر سوال ببرید، بدون از این که منطق انسانی و بشری و سیره رسول الله و اهل بیت ایشان را زیر سوال ببرید، بیایید به آیات قرآن نگاه بکنید، تدبر بکنید در آیات قرآن، در احادیث رسول الله، در سیره و روش رسول الله و صحابه و اهل بیت و در تاریخی که صدر اسلام در واقع تاریخ زرینی که هست در زمان رسول الله، در زمان صحابه و در زمان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، قطعا تدبر در قرآن و تدبر در سنت رسول الله و بازنگری تاریخ با عقلی آزاداندیش انشاءالله راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود و در بسیاری از موارد انشاءالله مشکلات و معضلاتی را که جامعه امروزی ما دچار آن هست انشاءالله اینها را سامان خواهد. جزاکم الله خیر. بیننده عزیز افغانی از هرات سوالشون این بود که این حقایقی که شما بیان میکنید حجت بر اینا تمام میشه، بازم که اینا انکار میکنن جرم اینا چه خواهد؟ قطعا زمانی که یک واقعیت از قرآن کریم مثل روز روشن اونگونه که این بیننده عزیزمون بیان کردن، آیات بسیار زیادی رو به اصطلاح اعلام کردن و مطرح کردن، وقتی که یک امر دینی و یک حکم الهی برای یک انسانی ثابت می شود که این حکم صراحتا در قرآن کریم آمده یا در احادیث صحیح رسول الله آمده و اتمام حجت وقتی که می شود برای یک شخصی، انسان از نظر شرعی و از نظر عقلی و از نظر عرفی مکلف هست که اون حقیقت و اون پیام الهی رو حتما باید قبول بکند و کسی که از روی عناد یا از روی تعصب یا از روی بدخواهی و دشمنی بخواد یک حقیقتی را که ثابت است در دین مبین اسلام، در قرآن و آیات و احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، بخواد با اونها مقابله بکند، در واقع نپذیرفتن امر الهی و حکم الهی منجر به کفر خواهد شد. جزاکم الله خیر. اگر موافق باشید چند تماس دیگری هم بگیریم. من یک سوال دیگری هم دارم در مورد موضوع برنامه که انشاءالله خدمت شما مطرح خواهم کرد. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام. الو. بله بفرمایید. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ خوب شما انصاری؟ سلامت باشید. جاسم هستم از بلوچستان. برادر عزیزمون از بلوچستان. یه سوال داشتم. بفرمایید، در رابطه با موضوع برنامه باشه در خدمت شما هستیم. در آیه تحصیل باشید، چرا روافض میگن که امهات المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها با اهل بیت پیامبر شناخته نمیشن؟ میخواستم در این باره بله یادی بدن استاد عزیز. چشم. تشکر از شما. تشکر کنیم. خدا. بله سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. خوبه آقا انصاری؟ سلامت باشید بیننده گرامی. حالت خوبه، خوشه؟ سلامت باشید. سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه؟ در خدمت شما هستیم بیننده گرامی. من حاجی محمد پاکستانی از بلوچ هستم، حرف میزنم. الله با شما خوش عمر شما دراز بکنه انشالله، کار شما برکت بده انشالله. سلامت باشید برادر عزیز. سلامت باشید. جزاک الله خیر انشالله. الله با شما برکت بده، الله با شما حیاتی بده، الله با شما کمک بکنه انشالله. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. سلامت باشید. جزاک الله خیر انشالله. حیاک الله. بارک الله فیک. بله سلام علیکم. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟ سلامت باشید بیننده گرامی. در مورد آیه تطهیر که موضوع برنامه هست اگر سوالی دارید در خدمت شما هستیم. مثلا
سلام، تشکر کنم از برنامه خوبتون. سلامت باشید. تشکر از شما، بزرگوارید. دیشب تماس گرفتم ولی موفق نشدم، قطع شد. محمد الله هستم، از ایران زنگ میزنم، بچه افغانستانم. الله متعال در مورد فضای شهری کی باید زنگ بزنم؟ روزهای دوشنبه ساعت 7:30 به وقت تهران برنامه زنده به مدت 2 ساعت خواهد بود. در این برنامه میتونید که سوالات شهریتون رو مطرح کنید. خیلی ممنون، تشکر. من خیلی خوشحالم، برنامه‌تون همیشه تعریف میکنم. سلامت باشید. انشالله که همیشه موفق و معید باشید. تشکر از شما، سلامت باشید بیننده گرامی. بله سلام علیکم، بفرمایید. به سال حق بفرمایید بیننده گرامی، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام، از هرات زنگ میزنم. دو تا سوال سیرت پیغمبر بود، اگر بخواد جواب بدم. اگر سوالات شرعی است روز دوشنبه مطرح بکنید. موضوع برنامه ما آیه تطهیر و ارتباطش با عصمت و امامت هست. درست، در مورد سیرت رسول الله جواب میده استاد. بفرمایید. قبر حضرت پیامبر سلام و کی سیاه کرد وقتی که پیامبر سلام قابل میکرد، اما قبرش کی کرد؟ یک دومیه که شمایل حضرت محمد سلام بکی بیشتر میخورد که اون نفر رو برای ما بدید. تشکر از شما، زنده باشید. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، خیلی مختصر سوالتون رو مطرح کنید. شما آخر ببخشید، من همونی هستم که الان صحبت کردن، یه چیزی هم یادم رفت بگم، واسه من دعا کنید. من یه بیمار ایدی هستم. الله متعال شما را حفظ بکنه و شفای عاجل نصیبتون کنه برادر عزیز. زنده باشید. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. بفرمایید. خب من تشکر میکنم از دوستان عزیزی که پشت خط هستن. جناب استاد 5 دقیقه بیشتر دوستان اشاره میکنن که وقت نداریم. برادر عزیزمون از بلوچستان گفتن چرا ام المؤمنین رو جز اهل بیت نمیدونن. من این سوال ایشون رو که شما پاسخ میدید در ضمن همین سوال، من سوالی که خودم داشتم که این شبهه رو مطرح میکنن که اینجا انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، این انمای حصر هست. حصر در علی، فاطمه و حسن و حسین. این سوال و سوال برادر عزیزمون، برادر بلوچمون که از بلوچستان پرسیده بودن که چرا مولومین رو جز اهل بیت نمیدونن، فکر کنم مرتوش با هم رفت. در ابتدای برنامه من اینو کاملا توضیح دادم که از نظر لغوی و از نظر عرف قرآنی و کاربرد کلمه اهل از دیدگاه قرآن و همچنین از نظر عقل بشری و عرف و عادت به اصطلاح بشریت، به تمام اینها ما که نگاه بکنیم، اهل رجل یعنی اهل یک انسان یعنی خانوادهش، که این دوستمون که از تهران هم زنگ زدن گفتند که عرفی که ما در اینجا داریم وقتی دعوت میکنیم یک کسی را که با اهلتون بیاد، یعنی که با همسرشون به اصطلاح تشریف بیارند. این یک عرف کلی هست که تفاوتی نداره در میان زبان قرآن و عرفی که ما ایرانی ها و بقیه انسان ها دارند. و قطعا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و دیگر همسران ایشان اولین کسان و مخاطبان این آیات هستند و به تصریح قرآن که آیات قبل از این آیه تطهیر در مورد همسران رسول الله هست، خود این آیه که آیه تطهیر میگن ابتدایش 5 تا حکم داره مخصوص ازواج مطهرات و در آخرش این جمله اومده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. پس بنابراین حضرت عایشه و دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم جز مخاطبین اولین کسانی هستند که مشمول این آیه خواهند بود. اما این مطلبی که شما فرمودید که بیان میکنند که انما برای حصر هست و اینو یک نوع توجیه و تلبیسی در اینجا به کار میبرند، یعنی این که فقط و فقط شما، یعنی این کسانی که به اصطلاح یعنی فاطمه و علی، حسن و حسین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و زیر عبا بودن. اما اینا واقعا غافل هستن از این که در این آیه هیچ بحثی از فاطمه و هیچ بحثی از حسن و حسین و حضرت علی رضی الله تعالی عنه نشده. اون مطلبی که درباره آل عبا هست، درباره علی و حسن و حسین و فاطمه زهرا هست، اون در حدیث رسول الله صلی الله علیه
علیه وسلم اومده و در حدیث به هیچ عنوان لفظ انما که دلالت بر حسب بکند که فقط و فقط اینها در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند، لفظ انما اصلا وجود ندارد. این لفظ انما که ولو اینکه ما قبول بکنیم که درباره حصر هست و به معنی حصر هست، این فقط در آیه قرآن اومده، پس بنابراین هیچ ارتباطی با حدیث کسا و حدیث ابا در واقع ندارد. اما که انما ولو اینکه برای حصر باشد، معنیش این است که در آیات قرآن ما میبینیم که از آیه 28 تا آیه 34 الله متعال دستوراتی رو به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم میدهد و خطاب به همسران رسول الله هست، یا نساء النبی یا نساء النبی، یا یعنی قل ازواج که در آیه 28 که خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، و قرن فی بیوتکن الی آخر و اذکرن فی ما یتلی فی بیوتکن، تمام اینها خطاب به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و در ادامه وقتی که انما میآید، این انما در واقع دلیلی هست برای حصر مقصد و هدف از این آیات، یعنی این آیات رو الله متعال نازل کرده و این دستورات رو الله متعال نسبت به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم و به اونها ابلاغ کرده. به چه هدف؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تمام این احکام فقط و فقط به خاطر این است که ما شما اهل بیت رو در واقع از رجس و پلیدی پاک بکنیم. این انما به هیچ عنوان دلیل این که اهل بیت رسول الله فقط علی و فاطمه و حسن و حسین هستن نمیتونه باشه، زیرا که این انما در واقع در آیه قرآن اومده و بحثی که درباره آل ابا هست و حضرت علی و فاطمه هست، این فقط در حدیث کسا هست و در روایات اومده. در این آیه هیچ گونه اشاره به اهل آل ابا و حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین در واقع نشده. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری در مورد کسی که قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو کندن، سوالشون این بود که کی قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو کندن، و سوال دیگر که در مورد شمایل پیامبر صلی الله علیه و سلم کی بیشتر به ایشون شبیه بودن. درباره قبر مبارکشون که نمیدونم منظورشون از چه جریانی هست که میخوان جریان حفر قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون در بیشتر روایات میگن که در مدینه دو شخص بودن، یکی قبر میکند و دیگری اصلا چیز میکرد، و ابو طلحه زید ابن سهل در بیشتر این روایت که آلبانی هم اینو تصحیح. منظورش این هست که به اصطلاح این درباره حفر خود قبر هست که مطلبی است که شما بیان فرمودید، اما من گمان کردم در مورد به اصطلاح در زمان نه در زمان حضرت در زمان حکومت ایوبی ها، صلاح الدین ایوبی اتفاق افتاد که چند نفر از کفار اومده بودن در مدینه منوره و می‌خواستند نبش بکنند قبر رسول الله صلی الله علیه و آله را و تونیلی رو کنده بودند از که زیر به اصطلاح مسجد وارد بشوند و جسد مبارک رو در واقع یعنی این قبر رو نبش بکنند که الله متعال این توطئه رو به اصطلاح از بین برد. من فکر کردم مطلبشون این هست. اما درباره سوال دومشون که درباره شمایل رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون گونه که در روایت اومده و یک کتابی هست علامه ترمذی رحمت الله علیه کتابی دارند به نام شمایل النبی که خصوصیت ها و ویژگی های جسمانی و اخلاقی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان کرده. اما در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و فرزندان و اهل بیت ایشان حضرت حسن و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر شباهت داشتند و دقیقاً این توصیف کردند که حضرت حسن رضی الله تعالی از نظر نیم تنه بالایشون و پاهای حضرت حسین رضی الله تعالی به رسول الله شبیه تر بود، یعنی هم حسن و هم حسین هر دوتاشون شبیه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بله، جزاکم الله خیر. پس اگر برادر عزیزمون منظور از حفر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از وفاتشون باشه که صحیح ترین روایت در این مورد که شیخ الالبانی رو تصحیح کرده این است که ابو طلحه زید ابن سهل انصاری رضی الله تعالی عنه کسی بودن که لحد یا قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو آماده کردن. و اگر منظور از حفر در زمان بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله که کسانی اومده بودن 2 نفر نصرانی در مدینه که اون داستان جداگانه است. جناب استاد ما هیچ وقتی نداریم، وقتمون کاملا به پایان رسیده. سخن پایانی در خدمت شما است.
من من دلیل حصر رو انشالله به صورت گسترده تر من مطالب دیگری هم هست انشالله وقتی که استدلال میکنه که این آیه فقط و فقط مخصوص این افراد هست، این انشالله در هفته آینده موضوع رو با این آغاز میکنیم و مطالب بیشتری انشالله خدمت بینندگان عزیز انشالله عرض خواهم. جزاکم الله خیر. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به ما این توفیق رو عنایت بکنه که پیرو واقعی قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. الله متعال یار نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر استاد. بارک الله فیکم.